به نام خدای بخشنده مهربان. سلام و درود همدیاران عزیز، بینندگان محترم شبکه پیمان ملی تاجیکستان. حالا ما در صحبت با رهبر پیمان ملی تاجیکستان جناب محیدین کبیری قرار داریم. تا امروز سوالات بینندگان و مردم به ما رسید و تا حال رسیده ایستاده است. ما بخش اول را با سخن مقدموی جناب کبیری آغاز میکنیم و در بخش دوم با سوالات شما ایشان پیام خواهند داد، جواب خواهند داد. بفرمایید. به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، بار دیگر شما را خیر مقدم میگویم به شبکه پیمان ملی تاجیکستان و عذر میپرسم برای اون تأخیر و اون فاصله که بین صحبت‌های ما با وجود آمد و شما همتون آگاه بودید که در این بین چند چاره‌بینی‌های مهمی برگزار شد که ما در آن شرکت داشتیم و همین طریق این فاصله با وجود آمد. همزمان میخواستم پیش عذر بپرسم برای آن که یک کمی سرماخوردگی هم داریم و شاید در رفتی صحبت و گفتگو این سرماخوردگی از خود درک بدهد. امیدواریم که با دعای شما زودتر شفا خواهیم یافت و این سرماخوردگی تاثیر زیادی در صحبت ما نخواهد داشت. همونطور که مجری برنامه اعلام کردن، قبل از آن که ما به جواب به سوالهای شما بپردازیم، یک مقدمه در دو موضوع میخواستم خدمت شما عرض کنم که این هم باشد یک سالگی فعالیت پیمان ملی جمهوری تاجیکستان و بعداً یک صحبت جنبستی درباره کنفرانسی ورشا و کنفرانسی سازمان امنیت و همکاری اروپا خواهیم داشت. همچنین که ما و دیگر مسئولین پیمان ملی جمهوری تاجیکستان در نشستی ورشا و بخشیده به یک سالگی تأسیس پیمان گفتیم، این یک سال گذشته برای ما اعضا، مسئولین و طرفداران پیمان ملی تاجیکستان و فکر میکنم برای بخشی بزرگ از ملت عزیزمون که خواهان دیگرگونی و تغییرات در کشور هستند، خیلی یک سال مهم بود و پیمان ملی تاجیکستان در این یک سال گذشته اثبات کرد که همچون یک نیروی ملی و نیرویی که در وقت و در زمان مناسب روی صحنه آمده است خود را نشان داد و اثبات کرد که میتوان در شرایط کنونی با وجود همه این مشکلات ها و وضعیتی که هست، اگر اراده باشد، اگر تصمیم جدی باشد، اگر خواهش باشد، کاری را برای ملت و کشور انجام داد. ما بعد از یک سال تأسیس پیمان ملی تاجیکستان میتوانیم با صراحت و با قاطعیت بگوییم که این پیمان اگرچه با دشواری‌های زیاد در این سال روبرو بود، از خود یک همچون نیروی ملی، نیروی استوار خود را معرفی کرد، نشان داد. اگرچه باید اعتراف کنیم که حتی خود ما هم بعض انتظاری‌های داشتیم، بعض، حالا به عبارت دیگر بگیم، بعض نگران بودیم از آن که در نتیجه فشارها، در نتیجه دخالت‌های نیروهای بیرونه و مقامات دولتی در کار پیمان خلل‌ها وارد خواهد شد و حتی این انتظاری و پیشبینی را هم می‌کردیم که شاید برخی از افراد پیمان یا نیروهای پیمان با هر دلیل از راه بیرون شوند و اعلام کنند که دیگر نمیتوانند با پیمان مسیر را ادامه بدهند. اما خدا را شکر با لطف پروردگار و با دستگیری مردم عزیز و بخصوص با همکاری بسیار هم خوبی همه اعضایان پیمان ملی تاجیکستان، بخصوص رهبران و مسئولین 4 سازمانی که عضو این پیمان هستند، ما توانستیم این سال دشوار را خوب جنببست کنیم و با وجود اون همه پیشبینی هایی که برخی ها میکردن که پیمان ملی تاجیکستان شاید یک سال هم طول نکشد پراکنده می شود و یا برخی از ما جدا می شوند، خوشبختانه این اتفاق نیفتاد. اما این معنی را ندارد که این سال برای پیمان سال هموار و بی دشواری ها بود. طبیعی است که برای یک نیروی که دور از وطن هست و این مقدار زیادی تحت فشار قرار دارد، کار کردن در چنین شرایط کاری آسانی نیست. اما واقعا هم در این سال دشوار
اثبات شد که ملت تاجیک دیگر اون ملت 3 سال پیش 5 سال پیش نیست. ما روز به روز داریم یک ملت را شاهد میشویم که هر روز از روز قبلی بیشتر بیدار می شود، آگاه می شود و این خودش برای پیمان و برای تمام نیروهای آزادیخواه یک سرمایه است. دو نکته را میخواستم در رابطه به این موضوع بار دیگر تکرار کنم، اگرچه در صحبت‌های بخشیده به یک سالگی گفته شده بود مفصل‌تر. یکی این است که پیمان ملی تاجیکستان به هیچ وجه میدان مبارزه را احتکار یا به اصطلاح مناپول نکرده است، بلکه خودش را یک نیرو و جزئی از ملت میداند. این میدان و این صحنه برای همه باز است. برعکس ما فکر میکنیم که مبارزه برای وطن و ملت تنها مسئولیت پیمان ملی تاجیکستان و دیگر نیروهایی که امروز در صحنه هستند نیست، بلکه هر یک فرد این ملت وظیفه‌دار است، مسئول است که در مبارزه برای بهبودی کشور و ملت سهم خود را بگذارد. ما مطمئن هستیم که هیچ نیروی به تنهایی نمیتواند از عهده این مسئولیت برآید، نه پیمان ملی تاجیکستان، نه احزاب دیگری اعضای این پیمان و نه اون نیروهایی که در صحنه مبارزه هستند اما با پیمان هنوز وصل نگشتند. این را باید همگان بدانیم که آزاد کردن ملت از این وضع بحرانی یک مسئولیت و یک کار دست جمعی است و همه با هم باید این کار را انجام بدهیم. نکته دوم این است که پیمان ملی تاجیکستان به هیچ گاه خودش را یک سازمان بالاتر، فراتر و یا قویتر از دیگران نمیداند. برعکس ما خود را یک پلتفرم مشترک میدانیم که همه حزب و سازمان ها، گروه ها می توانند در مسئله آینده تاجیکستان در این پلتفرم شریک باشند، بحث کنند، گفتگو کنند و ما یک دیدگاه مشترک را درباره آینده تاجیکستان بعد از این مرحله حاکمیت خانوادگی فکر کنیم، مشورت کنیم و به یک نتیجه برسیم. اگر دوستان فکر میکنند که پیمان ملی تاجیکستان نمیتواند این پلتفرم و این ظرفیت رو داشته باشد که همگان را جمع کند، اینم قبول است. پیمان ملی تاجیکستان میتواند یکی از نیروهای باشد که با دیگر هموطنان، با دیگر نیروهای مبارز سر این موضوع بشینند، گفت و شنید کنند و یک راه حل را پیدا کنیم. مهم برای ما این است که هیچ یک نفره، هیچ یک گروه خود را از این مسئولیت دور حساب نکند، خود را از صحنه بیرون حساب نکند و بدانند که برادران خواهران آنها در پیمان ملی تاجیکستان نه تنها در را برای گفتگو باز ماندند، بلکه مشتاق این گفتگو و همکاری هستند و این روش ما باور داریم که از طرف دیگر هموطنان پشتیبانی خواهد یافت. هموطنان گرامی، بعد از همایش یک ساله ما بلافاصله وارد کنفرانس 2 هفته‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا شدیم و میخواستم یا چند جمله در این موضوع بگویم. اگر ما با چند جمله این کنفرانس را جمع بست یا نتیجه گیری کنیم، میتوان گفت که در مقایسه با سال گذشته یک مقدار بهتر بود این کنفرانس، چون هم هیئت‌هایی که از جامعه شهروندی، از حساب مهاجرین در این کنفرانس شرکت داشتند با یک آمادگی بهتر و بیشتر شرکت کردند و هم هیئتی که حکومت را نمایندگی میکرد و هم هیئت رسمی و هم هیئت غیر رسمی یک آمادگی بهتر داشتند. اما متاسفانه باز هم ما تاجیکان در مجموع نتوانستیم از این فرصت خوب استفاده بریم، چون کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا این یک فرصت است برای گفتگو، مکالمه و مطرح کردن مشکلات و پیدا کردن راه حل ها. اما هیئت‌های تاجیکی چی از طرف حکومت و گاه از طرف ما هم مخالفین هم به جای آنکه بشینیم سر مشکلات موجود در کشور صحبت کنیم، راه حل پیدا کنیم، بیشتر این میدان را، این فرصت را برای گیله‌گویی، برای نسبت یکدیگر دروغ و تهمت پراکندن و حتی متاسفانه برای فتنه، ایجاد فتنه استفاده میبرند. خیلی جای تاسف است که هیئت حکومت قبل از آن که به ورشوا بیاید الکی خودش را برای یک نبرد اطلاعاتی، برای یک برخورد آماده کرده بود و نه تنها خود را حتی فرمت یا چارچوب مناسبت با تاجیکان
دیگری اشتراکچی در این کنفرانس را از قبل معین کردند با دادن مصاحبه ها و مقاله هایی که پر از دروغ، فتنه و حتی تحقیر و توهین بود، با پس زدن، کوچک نشان دادن و تقریبا پیام فرستادن که ما چگونه در ورشو مناسبت خواهیم کرد که متاسفانه همون فرمت یا همون چارچوبی که از قبل معین شده بود تقریبا با همین چارچوب این کنفرانس کار خود را به انجام رسانید. اما اون چیزی که برای ما مثبت بود این است که هیئت مخالفین، پیمان ملی تاجیکستان و دیگر شرکت کنندگان و حتی برادران گروه 24 هم که با وجود این همه فتنه ها که از طرف دیگر کرده میشد به این فتنه ها داده نشدند و بدون کدام یک کشمکش خاص این کنفرانس به انجام رسید در مقایسه با سال گذشته که واقعا هم بعضی رفتارهای ناخوش از طرف مقامات دولتی شده بود. اما اون چیزی که قابل توجه است این است که نتیجه این کنفرانس چی شد. اگر هیئت تاجیکستان با یک حالا گویم آماده بود که هموطنان خود را، مخالفین را، مهاجرین را در نظر اروپایی ها 57 کشوری عضو این سازمان سیاه کند و برای آنکه به این هدف برسد اونها مجبور شدند بروند سراغ بعضی سندها، کتابها یا فکت هایی که در تاریخ مانده اند، چون برای امروز هیچ حرفی گفتنی نبود. اما هیئت مخالفین، پیمان ملی تاجیکستان و دیگر حزب و حرکت ها ما بیشتر دقت را به امروز تاجیکستان جلب کردیم، چون برای جامعه جهانی تاریخ چندان دیگر اهمیت ندارد. برای جهان روندهای امروزه مهمتر است. آنها میخواهند بدانند که در تاجیکستان چی میگذرد امروز، در زندان ها چی وضع است، مردم چی آزادی ها دارند، وضع اینترنت چی هست، وضع آزادی بیان، آزادی مطبوعات چگونه است، دموکراسی و انتخابات ها چگونه صورت میگیرند. اما چون هیئت حکومت هیچ دلیل، هیچ حرفی برای گفتن در موضوعهای داغ روز ندارد، بیشتر رفتن به افسانه‌گویی، به تاریخ‌گویی که هیچ تأثیر در ذهنیت، در موقع کشورهای اروپایی نداشت. من برای آنکه مثلا واضح تر شود دقت شما را به روز آخر و جنبستی کنفرانس جلب میکنم که در اون روز در صحبت‌های آخر تنها هیئت‌های رسمی حق صحبت دارند. ما مثلا جامعه شهروندی در اون قسمت جلسه حق صحبت کردن نداشتیم. اما چی شد؟ حکومت تاجیکستان بار دیگر موقع خود را بیان کرد، اما چند کشور اروپایی، چند کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا آمدن با صراحت تمام موقع‌های هیئت حکومت را رد کردند. برعکس گفتن آشکار که در تاجیکستان زندانی‌های سیاسی هست، آزادی ها نیست، شما بالای خش و تبار مخالفینتون فشار میارید، اونها را گروگان گرفتید و طلب کردن که هر چه زودتر از این جنایت ها و از این قانون شکنی ها دست بکشید. ببینید وقتی که نتیجه کار این شد که یگان کشور اروپایی آماده نشد حتی یک مراتب هم از موقع حکومت تاجیکستان پشتیبانی کند یا طرفداری کند. برعکس همگان هر کسی که درباره تاجیکستان برآمد کرد وضعیت رو منفی گفت و پشتیبانی از موقع جامعه شهروندی کرد. حتی من یک مثال هم میارم که یکی از سفیرها در صحبتش هیئت تاجیکستان را با کلمه مریانیتکا نامگذاری کرد، بهاگذاری کرد. اگر کسانی که میخوان این را ببینن طولانی نیست، اونا هم اگه 2-3 دقیقه صحبت میکنن در شبکه پیدا کنن و خودشان شاهد باشن که بهاگذاری هیئت‌های رسمی در کنفرانس امنیت و همکاری اروپا نسبت وضعیت تاجیکستان چه بود. پس اگر نتیجه گیری کنیم به این خلاصه میرسیم که هیئت تاجیکستان شاید برایشان عبرت شده باشد، شاید درس شده باشد که از این به بعد وقتی که به این گونه کنفرانس ها میان از تهمت و دروغ پراکنی نسبت هموطنان خود، نسبت مهاجرین، نسبت مخالفین دست بردارند و بیاین یک رویکرد جدیدی سازنده که نشان بدهند که واقعا حکومت در فکر حل مشکلات هست، نه در فکر سیاه کردن هموطنان خودش. و این از نگاه من برای آینده بهتر می بود. هیئت ما در آینده هم این روش را ادامه خواهد داد و ما تلاش میکنیم مثل این ساله
بیشتر جوانان روی صحنه بیان، بیشتر در موضوعهای مبرم روز صحبت کنیم و هر آنچه که به تاریخ ربط دارد، به گذشته ربط دارد، اون رو همچون مال تاریخ بدانیم و در این گونه نشست ها مطرح نکنیم. و این بود در مجموع خلاصه ما از این سال که سپری شد که واقعا هم بار دیگر تکرار میکنم مالامال از حادثه ها بود، ولی در مجموع میتوان گفت که یک سال بسیار مهم برای ملت تاجیک، بخصوص برای مخالفین، برای پیمان ملی تاجیکستان بود و ما این را درک کردیم که ملت دارد روز به روز بالاتر می رود، قوی تر می شود، آگاه تر می شود و در مقابل دیده ایستادیم که حکومت روز به روز دارد موقعش در جامعه جهانی تنگتر می شود، به انزوا یا به حاشیه روندهای جهانی فرستاده بشود و امید دارم که این واقعیت را آنها درک خواهند کرد و برای هرچی زودتر برآوردن ملت و کشور از این وضعیت در جستجوی راه حل خواهند بود. خب دوستان گرامی در استودیو اگر شما آماده باشید بگذاریم به بخش سوال و جواب ها. خب تشکر میکنیم از رئیس پیمان ملی تاجیکستان جناب آقای محیدین کبیری. برادران و دوستان ما سوال های زیادی در اینجا فرستادند که ما حالا اینا را جمع آوری کردیم و سوالات ایشان هم به ما دارند میرسند. خب دیگر سوال ها از هم از نمود گروه ها هست، هم از فیک های جواب که امروز اونا را میتوان فیک های سوال گفت. سوال ها زیادند. یک نفر اینجا سوال کرده است، فکر کنم به این سوال ها جناب کبیر شاید یک رعایت کند. من در 2 دقیقه ما یک وقت داریم، یک این سوال ها را جواب میدم. شخصی در اینجا سوال داده است که چرا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حزبی خانوادگی است. من به این سوال اینا گفتنی هستم که اینا آدرس گفته گپو دیگر جا افتیده است. اون آدمی که شما در نظر دارید رئیس جمهور و دختر اون آزاده رحمان و دومین شخص در کشور بعد رحمان قدرت را زیر سلطه خود گرفته است و اون دختر جناب کبیری هم نیست. و اون نفری که شما در نظر دارید رستم امام علی، اون هم پسری رئیس پیمان ملی تاجیکستان جناب کبیری نیست، این هم پسری خودی جناب رحمانوف است. و دیگر نفرانی که امروز در سر قدرتند و در بانک‌ها و دیگر وظیفه‌های کلیدی دارن فعالیت میکنند، اونا هم داماد و خداهای خودی جناب رئیس جمهور است. و یک شخص دیگر محترم مجری، اگر راضی باشد من کوتاه به همین سوال جواب بگم، چون بالاخره سوال داد از شهروند. اگر شما من فکر کردم که شما 2 دقیقه چون بیمارید از با فکرم اینجا گفتم که دارو استفاده میکنه، به همین خاطر از این وقت من نه دیگر خب من سوالا رو میخونم نباشد اینا یا که از شروع کنید. ولی بهتر است از همین شروع کنیم، چون من واقعا هم قبل از صحبت که کمی مریضی دارم، اما الحمدلله که برابر شروع این صحبت وضعم یک کمتر بهتر شد، چون دارم با هموطنان صحبت میکنم. و حالا بیاید از همین سوال شروع کنیم و سوال رو خیلی خوب گذاشتم. اگر واقعا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حزب خانوادگی است، با چه قیاس کردم؟ من برای آنکه صحبت طولانی نشود یک مثال میارم. وقتی که مسئولیت حزب را به دوش گرفتم سال 2006، برادر بزرگم داملا اکاشک کبیری رئیس شعبه شهری حزب بودند و اتفاقا ایشان قبل از آن که من اعضای حزب شوم عضو ریاست عالی حزب بودند و همون سالها خواهرم بیسارا در شعبه جوانان حزب به حیث معاون رئیس شعبه کار میکردند. برابر آن که من رئیس حزب شدم تمام اهل خانواده را جمع کردم و گفتم که خب برادران و خواهران عزیزم، اکنون من که رئیس حزب نهضت شدم خوب نیست که شما در منصب‌های و مسئولیت‌های کلیدی حزب باشید. هر آن مسئولیتی که تا امروز داشتید باید که آن را تخلیه کنید و به کسی دیگر بسپارید. من اولین قراری که قبول کردم برادر خودم را از رئیس شعبه شهری از پایتخت تاجیکستان آزاد کردم و در جایش پسری بزرگ استاد مرحوم سید عبدالله نوری، قاری محمد جان نوری را تعیین کردم، پیشنهاد کردم به مقام رئیس شعبه شهری.
و این کجا این خانوادگی است که من برادر خودم را با اولین قرارم از بالاترین مقام در حزب که استادی من است، قبل از آمدن من عضو ریاست حزب بود، از نسل شاید میتوان گفت که مؤسسین حزب هست از سالهای شوروی، اون رو از گرفتم. خواهرم بی بسارا تا روزی که من در مسئولیت حزب هستم دیگر یگان مقام بالاتری حزبی نگرفت و تا امروز هم حتی عضو ریاست عالی حزب نیست و دیگر فرزندان من اهل خاندان. پس کجای این حزب خانوادگی است وقتی که ما برابری به مسئولیت رسیدن یا تمام اعضای خانواده رو به مقام پایینتر بردن یا که اصلا دیگر اجازت ندادم که یگان مقامی بالاتر رو از این به بعد کسب کنم. اونه که امروز خدا را شکر میگم که افرادی عائله ما در پهلوی ما در مبارزه هستند. این در دشوارترین لحظه های مبارزه هست. اگر روزی که ما به وطن برگشتیم و وضعیت طبیعی شد و مسئله مقام و منصب در تاجیکستان شد، شما مطمئن باشید که همون طوری که در حزب کردم اولین جلسه رو با اهل خانواده خواهم کرد و با آنها خواهم گفت که از این به بعد دیگر هیچ نفری از خانواده ما تا وقتی که من مسئولیت دارم به یگان مقام و منصب دولتی راه نخواهد یافت. ببینید ما خیلی آشکار و شفاف هستیم. امروز قبل از برگشتن به وطن میگویم که تمام اهل و خانواده ما در پهلوی ما قرار دارند و آنها الحمدلله شمارهشون خیلی زیاد است. ما مثل دیگران نخواهیم گفت که قبل از به منصب رسیدن که من تنها یک برادری تراکتورچی دارم، اما بعد از منصب دیدیم که ماشاءالله شمارهش از صدها و از هزارها بیشتر شده است. تمام بدنه حاکمیت رو پیچونده گرفتن. امروز در روز دشوار اهل خانواده ما در پهلوی ما هستند. انشاءالله که به وطن برگشتیم شما خواهید دید که اونها چگونه رفتار خواهند کرد. این جواب من است نسبت این سوال هموطن. تشکر از شما.